بینندگان عزیز و ارجمند رو به ملاحظه گفتگوی تلویزیونی با سردار سرتیپ بسیجی جناب آقای محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین سلام عرض میکنم. سردار خیلی خوش آمدید. منم سلام میکنم به اول بسیجی عالم امکان امام راحل و دوم بسیجی عالم حیوان مقام عظمای ولایت و سوم بسیجی عالم پیکان خود بنده که البته الان دیگه ما رئیس مئیس نیستیم ولی همچنان این افتخار رو داریم که سردار آفتاب دارای بیت ولایت باشیم و الان دیگه برای نظام جمهوری اسلامی از سردار نقدی به سردار نسیه تبدیل شدیم. بزرگوارید. اگرچه با تأخیر به سبب اینکه در آخرین روز از هفته بسیج هستیم اما با کمال شوق و اشتیاق به جناب عالی فرارسیدن نوروز بسیجیان رو تبریک عرض میکنم. بله، در مورد نوروز بسیجیان که فرمودید این اسم گذاریتون تو حلقم. وقتی اسم هفته بسیج میشه نوروز بسیجی ها این میمونه که اسم چلو کبابی حاج نایب رو بذاریم جمعیت دفاع از حقوق گوسفندان. اما خب حالا قبل از این که بحثمون یه کرکوپری بندازه یه چیزی بگم چیزمون چیز شه. ببین خیلی زور میزنی که کلماتو بمالونی و نوروز بسیجی ها و کمال و جمال و شوق و با این صورت سیرابیت. بابا دوتا آشغال بسیجی هستیم نشستیم کنار هم دیگه. ببین خود مقام عظما بعد عمری با ما قیچی کرد اما توی کفلیس هنوز بسیجی میکنی. تشکر میکنم. اگر که موافق باشید گفتگو رو با صحبت درباره بسیج به عنوان نظریه مدرن و پیشرفته دفاعی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی شروع بکنیم. خدمت آقای کاسلیس خودم عرض کنم که بله، به یمن حضور بسیج ما تونستیم پوز ناسا و تمامی رصدخونه های دنیا رو بزنیم. اختلاس نجومی، حقوق نجومی، املاک نجومی، حساب نجومی، دروغ نجومی، بسیج نجومی، مقام عظمای فضایی. در زمینه نظریه دفاعی که نگو 8 سال دفاع مقدس با همه دستاوردهاش فقط ما یک کوچولو اشتباه داشتیم. ای کاش به جای 8 سال جنگ با عراق 10 سال با ترکیه می جنگیدیم. بعد شما فکر کن کاروان راهیان نور به جای اینکه بره شلمچه میرفت آنتالیا، استانبول، ازمیر. من که هر سال خودم پای برهنه میرفتم اونجا. تو این مسیر اگه راحلم میشدم باز میارزید واقعا. ولی یک سوال به وجود میاد سردار نقدی، آیا وقتی که بهترین بسیجیان همانا شهیدانند که به هدف غایی خودشون دست یافتن می شود اینطور نتیجه گیری کنیم که بسیج مدرسه عشق است اما آنچه رو که بیشتر می آموزد خوب مردن است و نه خوب زندگی کردن؟ بله کاملا درسته، کاملا درسته. ما هم خودمون از وقتی اوضاع نظام چیز شده در مصاحبه با خود این چیز همین سیما گفتم که ما برای اینکه افراد دنیا طلب وارد بسیج نشن مدتیه که دیگه ساندیسیات رو کم کردیم. حالا من نمیخوام صحبت کنیم از اینکه کار چیز یعنی حالت خفگی نظام به جایی رسیده که باید به برادرای بسیجی توضیح بدیم که کم کم بیشتر به فکر آخرتشون باشن. یعنی بعد از زدن از بودجه بهداشت و ورزش و بقیه چیزا حالا نوبت به بسیج عزیز هم رسیده. البته من گفتم که یکم بودجه به ما بدین ولی خب بیت و پاسدارا مقدمن دیگه. بگذاریم که همین چیزا باعث ریزش این جانب ببخشید انگیزش این جانب هم شده. حالا یه وقت فکر نکنین که کفگیر نظام به ته دیگ خورده و نه اینطوری هم یه مشکلی وجود دارد. بسیج تا زمانی که هزینه بشود همه قربونش هم میرن ولی همین که بخواهد مدعی بشود همه سرش چونه میزنن. هزینه که خب بله شما برای هر گاوی هزینه کنی تا قصابی هم برات جرثمه میره. مشکل تو همون هزینه هست. الان با این وضعیت تمدید تحریم ها ما به عقبه بدبختی های نظام تبدیل شدیم. هزینه بسیجی ها رو نمیدن. وای به حال بقیه. پریشب زنگ زدم پایگاه مقداد گفتم شام من میام. گفتم شام چیه حالا؟ برادر بسیجیمون گفت خوراک بره. ما هم گفتیم میریم یه دلی از عزا در میاریم. رفتیم دیدیم آقا جای شما خالی، علف گذاشتن جلومون. میگه بفرمایید سردار. میگم این چیه؟ میگه خوراک بره دیگه. مگه خوراک بره علف نیست؟ یعنی ما به چنین فلاکتی رسیدیم. ولی شما اون تعبیرتون خیلی تلطیف کننده و امیدبخش است که ما دنباله یا عقبه چی فرمودید مردم هست؟ ما دنباله مصیبت‌های مقام عظما و عقبه بدبختی‌های نظام هستیم. ببینید
خود مقام عظما در این مدرسه عشق خیلی چیزا به ما آموختن. مردی که ثابت کرد که قرار گرفتن در عالی ترین مقام یک مملکت نه نیاز به شعور داره، نه توانایی و نه اخلاق، نه جسم سالم. شما یه قلم توصیه های مقام عظما رو نگاه کن. ایشون اومدن واحد پول ایران رو از ریال کردن تومن. برای چی؟ برای اینکه این ملت همیشه در صحنه دیگه اینقدر سر خوندن ارقام اختلاس زحمت به خودشون ندن. بده؟ نه بده. پس چجوری به رغم اینکه این توصیه ها صورت گرفته، حقوق نجومی وجود داره، حالا آدم دو تابعیتی وجود داره که یه جاهایی هم برو بیایی داره، نمیگم مسئولیت داره. والا من به عنوان یک بسیجی از همه مسئولین این موضوع رو پرسیدم، از خود مقام عظما گرفته تا وزرا و نماینده ها، تقریبا تمام مسئولین از اوضاع مملکت ناراضی‌اند که این نشون دهنده اینه که عملکرد مردم ما خوب نبوده و مسئولین رو خیلی ناراحت کردن. تو اینجور مواقع در کشورهای پیشرفته مردم استعفا میدن. این کار در هر صورت باید انجام بشه. آیا شما واقعا فکر میکنید ما حالاها وقت داریم؟ وقت که الان ما بعد از زهی که آقای روحانی زد به این برجام، ما تو وقت اضافه سوم داریم توپ میزنیم. از دوران ریاست جمهوریشون هم که چیزی نمونده. ایشون البته الان خیلی تلاش میکنن اینطور جلوه بدن که مثل قاشق تو عسل گیر کردن، در حالی که ما که دستمون تو کاره میفهمیم که مثل خر تو گل گیر کردیم هممون. من آخرین سوالی که از حضورتون دارم، البته جناب عالی مخیرید آنچه که لازم میدونید اضافه بفرمایید، این هست که چطور صیانت میفرمایید که این رفعت و بلندای بسیج مخدوش به یک زاویه و نگاه حزبی نشود؟ بله، با توجه به همین سیامک رفعتی و مخدوم بلنده که حزب زاویه رو تشکیل داده، بسیجی ها نباید وارد این جریانات بشن. باید به مردم کمک کنن در انتخابات اصله. البته ما مردم فهیمی داریم. از یکی پرسیدم، گفتم شما در انتخابات آینده به کی رأی میدی؟ گفت به علی بابا. گفتم منظورت سید علی باباست؟ گفت نه، علی بابا. گفتم چرا؟ گفت خب چون خیالم راحته، 40 تا دوز بیشتر باهاش نیستن، کارشونو میکنن میرن. اینطور نیستش که هر روز با یه دوز مواجه باشیم از یه گوشه‌ای بزنه بیرون. من خیلی سپاسگزارم. قدردانی میکنم از سردار سرتیپ بسیجی جناب آقای محمد رضا نقوی، رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین، که اجازه دادند من قدری در این گفتگو صریح و بی‌پروا حرف بزنم و اینها به واسطه این است که فارغ از تکلف و تشریفات باید بسیجی وار حرف زد و سعی کردم این گفتگو روح بسیجی داشته باشه. منم تشکر میکنم. البته الان سازمان نه رئیس. در انتها میخواستم با ذکر یک خاطره از مقام عظما عرایزم رو به پایان برسونم. بسیجی بود که هر روز در یک ساعت مشخص نزد حضرت آقا حاضر میشدن، با آقا دست میداد و زود خارج میشد. ما مسئولین نظام سخت در تفکر بودیم که داستان این ارتباط معنوی چیه. خلاصه بعد از سالها، بعد از داستان لاریجانی، کاشف عمل اومد که بابا طرف ساقی بوده، واسه آقا شیش نخودی می آورده. عروس تا مقام عظما نوشیش نخودی عروس تا مقام عظما باشه ما رو از نور خوردن نندازه. خیلی عرفانی قابل نشد. من تشکر میکنم.